قتل بیرحمانه کودک تاجیک که بر پایه نفرتی ملی رخ داده است بسیاری ها را تکان داد و با گذشت یک هفته هم واکنش ها به این جنایت کم نمی شود. در بیرون از کشور جمعیت تاجیکستانی های امریکا هم معرکه جمع‌آوری مبلغ را برای یاری به خانواده نیلوفر صفایی و مادر قابل جان الیف راه اندازی کردند. هنرپیشه خلقی تاجیکستان افضل شاه شادی که در نیویورک قرار بود کنسرت خود را برپا کند گفت به نشانی ماتم این برنامه هنریش را بیکار میکند. شامی دیروز زمانی که افضل شاه شادی با هواپیما به تاشکند رسید ما با او صحبت سری راهی برپا کردیم. دیلم خنک شد کنسرت. روسیه هم کنسرت داشتم اتمیت کردم، اینجا هم اتمیت کردم. حتی ما آدمایی که بلیط خریدگی بودن گفتن پول این بلیطای ده همون خدا رحمت تید ما راضی گفتن بیچاره اکا گفتن ما رحمت شما بکش شما هم گپ شما طرفداری کردید. بسیار آدما خرسند شدن، بسیار آدما عاطفی ناز دادن این مسئله به خدا رو شکر. خیلی این خیلی بدبختی ها با هم دیگه دستگیری نکنیم، روزای نیک به دستگیری کنیم الهیو. لیکن نصیب تقدیر هم خیلی بوده است که بچه حتما همون مادرکش دستگیری کردن در کار، برادرش دستگیری کردن در کار، آینده به اینا یک زندگی ناز بینن، نوع یاردم کردن در کار. سوال دیگرم این بود که آیا معرکه جمع‌آوری کمک‌های پولی به خانواده قابل جان در میان تاجیکان امریکا چگونه گذشت؟ بعد تاجیکای جمع کردم همونجا بچه‌ها. همه هفتن بچه‌ها اکن بعد مردن مادر دلش برداشتن مشکل. غمش گرفتن خیلی مشکل آسونی. من خودم فرزند گم کردگی میدونم این چیزه. لیکن به هر حال گفتم یک مبلغی در کره جمع کنیم. همه بچهای تاجیکستانی‌ها در همونجا بودگی و دیگه ملت‌های دیگر هم بیچاره یاردم کرده پول پرفسن پول پرویز جان یک نماینده تاجیکستان هستن بلاگر پرویز جان اونو میبرن میرسونن خدا خواهد با مادر همون قابل جان رحمتی جاش جنت شود. تشکر. هنرپیشه خلقی تاجیکستان افضل شاه شادی بعد بازگشتش از امریکا به سوالهای رادیوی آزادی پاسخ داد.